دوستان سلام. تایم بالانسر اویل پمپ سوزوکی 2400 میخواستم بهتون بگم. عرضم خدمتتون میره که خار سر میلنگ رو دقیقا با این خط کف سیلند منفرد میکنین. نقطه تایمش هم دوباره همینجوری روبروی اون، بعد نقطه خود دنده اویل پمپ هم که این پیچشو باز گذاشتیم روبروی این فلش رو میبریم، در واقع روی این الان برای اینه که قفل باشه بالانسرش تکون نخوره. به سمت میلنگ بالانسرش کفاش آرایش پیستون هم تقریبا هر 4 تاش وسط.